حالت گلبلای. منظورش همون گلولایه. 7 مود رانندگی داره که 4 تاش مربوط به داستان آفروده. این پنل اسکنریه که دائم داره راننده رو رصد میکنه که حواسش از جاده پرت نشه. هداب دیسپلیش یه حالتی داره که میتونید روشن کنید و توی برف هم با آبی شدنش دید داشته باشید. کلی هم اطلاعات از رادارها و سنسورها در اختیارتون میذاره. دوربین ثبت وقایع با کیفیت خیلی مناسب. دیزاین رودری‌ها، دریچه کولر، شیپ کلی داشبورد، یه مانیتور طویل 14.8 اینچی، این سردنده جالب در نگاه اول فوق‌العاده جلب نظر میکنه. یه سقف تمام شیشه پانورامیک، صندلی‌های جلو تنظیمشون برقیه، گرمکن و سردکن هم دارن، صندلی‌های عقب هم گرمکن دارن. یه کلاستر 10.25 اینچی که در عین کوچیکی کلی اطلاعات مفید داخلشه و از کیفیت خوبی هم برخورداره. یه فرمون دیکات چرب که پنلای روش تعبیه شده که جای اثر انگشت روش میمونه. تمام تنظیمات توی همین مانیتور براتون جاسازی شده که کیفیت تاج خوبی هم داره. سیستم کمک رانندگی سطح 2.5 رو داریم، نورپردازی داخل رو داریم، شارژر وایرلس فست و این بخش هم یه کول باکس براتون تعبیه شده. ترمز که برقیش از اینجا فعال و غیر فعال میشه و باندایی که روش بج سونی خورده. حالت اسپورت. وقتی رو اسپورت میذاریم یه همچین شیبی رو هم خیلی چالاک و سرپنجه بالا میره.